سلام دوستان، خوش اومدید به کانال ما. امروز میخوایم به دو شهر فوق‌العاده تهران و ریاض سفر کنیم و بهترین هتل‌های لاکچری این دو شهر رو با هم مقایسه کنیم. پس با ما همراه باشید. تصاویری از هتل اسپیناس پالاس رو با هم میبینیم. اولین هتل ما هتل اسپیناس پالاس در تهران هست. این هتل با طراحی مدرن و لوکسش در قلب تهران واقع شده. تصاویری از هتل فور سیزنز ریاض. حالا به ریاض میریم و هتل فور سیزنز رو معرفی میکنیم. این هتل در یکی از بهترین مناطق ریاض قرار داره و با خدمات بی‌نظیرش شناخته میشه. مقایسه امکانات این دو هتل فوق لاکچری. بیاین امکانات هر دو هتل رو مقایسه کنیم. هتل اسپیناس، استخر روی بام با چشمانداز زیبای تهران. رستوران‌های متنوع با غذاهای ایرانی و بین‌المللی. سالن‌های کنفرانس و فضای مناسب برای برگزاری رویدادها. مجموعه فان سنتر هتل اسپیناس پالاس تجربه جدیدی از بازی‌های واقعیت مجازی، پلی‌استیشن، کاراوکه و بولینگ برای مهمان‌ها به ارمغان میاره. پکیج‌های اقامتی هتل هم شامل پکیج تولد، سالگرد ازدواج و ازدواج هست که طراحی اتاق‌ها توسط دیزاینرهای متخصص انجام میشه. مرکز سلامتی هتل هم شامل یک باشگاه مجهز بدنسازی، استخر و جکوزی لاکچری و خدمات ماساژ هست. سنگ‌های طبیعی به کار رفته در این پروژه توسط شرکت آوانداد، نماینده انحصاری برند ایتالیایی آنتولینی، طراحی و اجرا شده. مالک این هتل خفن و لوکس هم جناب آقای علیاصغر امیری هستند. هتل فور سیزنز، اسپا با خدمات ماساژ و درمان‌های خاص، رستوران‌ها با سرآشپزهای معروف و منوی متنوع، باشگاه ورزشی با تجهیزات مدرن و استخر سرپوشیده. این هتل در برج پادشاهی عربستان قرار داره و 99 طبقه است. ویژگی منحصر به فرد این هتل به گفته مالکان اون القای منظره پانوراما از شهر ریاضه. یکی دیگه از ویژگی‌های خاص این هتل پل آسمانه که در بالای این برج واقع شده. یکی از نکات جالب هتل 4 فصل ریاض این هستش که فوق ستاره پرتغالی یعنی کریستیانو رونالدو در این هتل اقامت داره. قیمت سویتی که همراه با جورجینا در اون اقامت دارن در سایت ذکر نشده و باید از قبل رزرو بشه. ولی حدس و گمان‌ها برای قیمت اون عددهای مختلفی هست. یکی از لوکس ترین قرارهای عاشقانه رو میتونید در پل آسمان در مرکز پادشاهی هتل 4 فصل تجربه کنید. حالا بیایم قیمت گرانترین اتاق هتل اسپیناس پالاس رو با هتل 4 فصل مقایسه کنیم. سویت پرزیدنت پلاس گران قیمت ترین اتاق هتل اسپیناس پالاس هست و قیمت اون چیزی حدود 50 میلیون تومان برای یک شب هست. سویت پادشاهی گران قیمت ترین اتاق هتل فور سیزنز ریاضه و قیمت اون چیزی حدود $10,000. حالا بیایم تجربه چند تا مهمان بین این هتل ها رو ببینیم. حالا که با ویژگی‌ها و امکانات هر دو هتل آشنا شدیم، به نظر من اگر به دنبال تجربه لوکس و آرامش بخش هستین، هتل فور سیزنز ریاض گزینه بهتریه. اما اگر به دنبال فرهنگ و تاریخ هستید، هتل اسپیناس در تهران شما را شگفت‌زده خواهد کرد.